بهترین عمل کدام عمل است یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند از آخر زمان علائمش امیست که انسان ها در فکر رفقای خود باشد، در خدمت دوستای خود می باشد. این آیت را برای کی میگه دیگه؟ برای یهود میگه، برای نصارا میگه، برای گبر میگه، برای بت پرست میگه. یا از ما تو مسلمان بشتم که امروز در رابطه با این پدر و مادر چیه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دید که یک کسی مادر خود طواف می، مادر خود به پشت خود گرفته یا بالای شانه های خود گرفته و طواف میکرد. از پیش پرسید که کیست؟ گفت مادرم است یا امیرالمؤمنین، مادرم است. از یک فاصله دور آمدیم و همیشه در خدمتش می باشیم یا امیرالمؤمنین. مناسک حج نشانه ای ما ادا کرد. ضعیف است، ضعیف است. آیا یک چیزی ادا شده است؟ از حقوق مادر یک چیزی ادا کردی؟ گفت اگر تمام عمر به شانه خود مادر خود بگردانی و تمام این خدمت ها در یک پله ترازو مانده شود و او لحظه ای که تو به دنیا آمدی و او مشقتی را که در وقت ولادت متقبل شد در یک پله ترازو مانده شود، اون مشقت سنگین تر است. بهترین عمل کدام عمل است یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الصلاة فی وقتها، خواندن نماز در وقت. بهترین عمل خواندن نماز در وقت. بعد از او پرسان که باز کدام عمل؟ گو بر الوالدین، بر الوالدین، نیکوکاری و احسان با پدر و مادرت. یعنی بعد از خواندن نماز که حق الله واحد و یگانه می باشد، مستقیما احسان نیکوکاری با پدر و مادر. و بعد از او پرسان که ثم ای، بعد از او کدام عمل؟ گفت الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه الله. علماء کرام از این برای ما تو استنباط میکنن برادر که احسان و نیکوکاری با پدر و مادر از جهاد در راه الله که افضل تر است و بهتر تر. از آخر زمان علائمش امیست که انسان ها در فکر رفقای خود باشد، در خدمت دوستای خود می باشد، ولی در فکر والدین خود نمی باشد، بلکه خدمت از اونها را یک شیء اضافی و غیر لازمی می داند. حالا که قرآن کریم می فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، فیصله کرده الله جل جلاله جز الله کسی دیگر را پرستش نکنید و با مادر و پدرتان نیکی بکنید. این نیکی پدر مادر چه وقت است؟ اما یبلغن عندک الکبر، اگر برسد یکی از اینها او کلاهما یا اردویشان به سن سفیدی و پیچ سفیدی، فلا تقل لهما اف، کلمه اف را در مقابلش نگو. یعنی یک وقتی که ریش سفید و پیچ سفید شد بارها سوال میکند، یک سوال از پیش میکن که جواب بگوی، 5 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد باز امو سوال میکنه که امو کارا چطور کردی، باز تو برش میگی، بار سوم باز پرسان میکنه، فلا تقل لهما اف، به تکرار سوالش کلمه اف را برش نگو. فراموش نکنید برادر اسلام، حقوق والدین به حد زیاد است، به حد زیاد است و به می جهت است که پروردگار عالم همیشه حقوق پدر و مادر با حقوق خود یک جای ذکر کرده برای ما، یک جای. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا. ما چه آیات را برای کی میگه دیگه؟ برای یهود میگه، برای نصارا میگه، برای گبر میگه، برای بت پرست میگه. بیا از ما و تو مسلمان بشتم که امروز در رابطه با این پدر و مادر چیه؟ خدا را بپرستید و به خدا شریک نبیارید و با پدر و مادرتان احسان بکنید. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، پروردگارت فیصله کرد که بغیر از او هیچ کس دیگر عبادت نکنید. و بالوالدین احسانا، و با پدر و مادرتان